تمام احساسات تو دنیا ناپایدارن. پس نمیتونیم توقع داشته باشیم که عشق و دوست داشتن یک جریان همیشگی باشه. وقتی تو دنیای زندگی میکنیم که پر از اتفاقا و حوادث غیر قابل پیش بینیه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم همیشه احساس خوشبختی و عشق کنیم. ما که با یه احساس خوشبختی و خوشحالی همیشگی به دنیا نیومدیم. ما با ترکیبی از احساسها به دنیا اومدیم و تمام این احساسها تابع قانون کلی جهانن. یعنی چی؟ یعنی همه چیز ناپایداره، حتی عشق و صمیمیت. همه چیز ناپایداره، حتی غم و خشم. پس حالا که همه چیز ناپایداره، چی باعث بقای رابطه‌های طولانی مدت میشه؟ میدونی؟ بستر مناسب بقای رابطه‌های طولانی مدت رو باید در صمیمیت‌های ناپایدار اما تکرار شونده پیدا کرد. صمیمیت عمیق و شفابخش زمانی تو رابطه به وجود میاد که هر دو نفر برای یه لحظه هم که شده همدیگه رو درک میکنن و جهانشون با همدیگه یکی میشه. تو این حالت هر دو نفر میدونن که چقدر درک کردن و درک شدن اونها رو تو معرض آسیب قرار میده، اما اونا انتخاب میکنن که صادق باشن و صمیمی. اونها صمیمیت رو انتخاب میکنن. در واقع ما تو اوج حس کردن صمیمیت اوج ترسیدن رو هم حس میکنیم. شاید کمی عجیب باشه، اما عمیق‌ترین لحظه‌های صمیمیت ترسناک‌ترین هم هستن، چون ما نمیدونیم بعد از اون چه اتفاقی میخواد بیفته و یا اصلا رابطه به چه سمتی میخواد بره. همین صمیمیت‌های ناپایدار اما عمیق در دراز مدت شبیه تارهای نازک اما محکمی میشن که باعث بقای رابطه میشه. تارهایی که آدم‌های رابطه رو کنار هم نگه می‌داره و دل اونها رو به بودن در کنار هم گرم میکنه. صمیمیت یه نوع رو راستی و درون خودمون آدم رو برمونه. نوعی اعتماد کردن به جریانیه که خیلی قابل پیش بینی نیست. معلوم نیست بعد از تجربه کردن صمیمیت چی کار میکنیم. آیا تو رابطه میمونیم؟ آیا از همین صداقت استفاده نمی‌کنیم که ضربه بزنیم؟ آیا امن باقی خواهیم موند؟ معلوم نیست. به هر حال تو هر صمیمیت یه ریسکی هم وجود داره. آدم‌ها ممکنه قابل پیش بینی نباشن. ما هم قابل پیش بینی نیستیم. آدم صمیمی دیروز امروز میتونه سردترین آدم روی زمین باشه، اما ارزششو داره. صمیمیت‌ها شفابخشن. ما احتیاج داریم که صمیمیت رو حس کنیم، درک بشیم و درک کنیم. تمام رابطه‌های طولانی مدت و موفق حاصل فراز و نشیب‌های زیادن. ما همه تعارض داریم و همه ما پر از نقص و کاستی هستیم. مهم نیست چقدر تلاش میکنیم که ظاهرمون بی نقص و خوشبختیمون همیشگی به نظر برسه. اونچه که مهمه اینه که به این حقیقت آگاه باشیم که همه چیز ناپایداره و همه آدم‌ها شبیه به ما حس میکنن و اگر با همین آگاهی وارد رابطه هامون بشیم، انتظاراتمون رو از روابط و احساساتمون منطقی تر خواهیم کرد. این مهمترین نکته این بخش از کتاب تکه‌هایی از کل منسجم نوشته بانو پونه مقیمی بود. عنوان این فصل احساس‌ها و راه‌های فرار از درد. بخوانیم و بدانیم.